یکی از علتهای خرابی زودهنگام جلوبندی پاره شدن گردگیر سیبکجات و گریس نداشتنه که حتما باید با سرویس‌های دوره‌ای بازدید بشن و بهش اهمیت داده بشه. دوستان ببینید سیبکجات ببین حالا اگه گردگیر پاره باشه که گریسا میزنه بیرون باعث خرابی سیبکجات میشه. اگه گردگیر هم سالم باشه حتما تو سرویس‌های دوره‌ای سیبکجات نیاز به گریسکاری دارن. دوستان ببینید وقتی گریس نداره به این صورت سیبکجات میسوزه و خراب میشه و لقی عمودی میگیره و باعث ایجاد صدا میشه. حتما گریسکاری رو اهمیت بدین، گریسکاری های سیبکجات رو انجام بدین. دوستان ببینید جعبه فرمون این پژو پارس ببینید گردگیراش پاره بوده. دوستان ببینید جعبه فرمونش اصلا گریس نداره، خشک. زمانی که خشک گردگیراش پاره این میلشونه این زنگ میزنه و باعث صدا میشه. دیروز هم یه 207 فرمونش برقی بوده به ما مراجعه کرده، وقتی با فرمون بازی میکرده به طرف این صدا میداده، بهش گفتن جعبه فرمونت خرابه باید باز بشه. اومد پیش ما مراجعه کرد، ما گردگیرش رو باز کردیم دیدیم جعبه فرمونش اصلا گریس نداره. با یه گریسکاری مشکلش رفت شد، یعنی صداش کامل قطع شد. مثلا ببینید حتما جعبه فرمون رو گریسکاری کنید. مثل این ببینید اصلا گریس نداره، خشک این باعث زنگ زدگی میل میشه و جعبه فرمون رو خراب میکنه. حتما گریسکاری کنید، هم سیبکای قرقوری مفصلیش، هم سیبکای زیرش، سرفرموناش، جایی که باید گریسکاری بشه حتما باید گریسکاری رو انجام بدید. یا گردگیر پاره حتما باید گردگیر تعویض بشه. الان این گردگیر پلاس این سهم این در رفته، حتما باید اینا درست بشه بره سر جاش. حتما باید گریسکاری انجام بشه تا طول عمر قطعه بره بالاتر.